شهردار خوجند معروف محمدزاده با مقصد آمادگی شهر به جشن نوروز بین الملل و فستیوال گل لاله 2020 همچنین شناسایی از حالت واقعی کنار کوچه ها و میکروناحیه های اطراف باغ ابو محمود خوجندی از این منطقه بازدید نمود. معروف محمدزاده را در این بازدید معاون رئیس شهر، رهبر دستگاه مرکزی ولایت و راهبران اداره و ساختارهای دخلدار همراهی نمودند. راهبر مرکزی ولایت از حالت جویبارهای کنار راه، نصب آویزه و رکلامه های گوناگونی پر از غلط و ناجوری های مغازه ها که حسن شهر را کاسته می نمود انتقاد کردم. سفارش داد که فوراً تمام مغازه ها و نقطه های سودایی کنار راه های بین میکروناحیه های 31 32 و 32 33 از هر گونه نوشتجات و رکلامه ها تازه کرده شده، راهروها با اصول جدید برقرار کرده شوند. بر رهبریت اداره کبودیزارکنی سفارش داده شد که بروش موسمی تمام درخت های کوچه های نامبرده گذرانیده شده شنانیدن نهال های آرایشی آغاز نمایند. معروف محمدزاده به مسئولین دخلدار برای گذرانیدن تعمیر بناهای میکروناحیه های 31 و 32 در همکاری با صاحب ملکان دستور و سفارش‌های مشخص داد. همچنین در جریان بازدید خود رئیس شهر از محله دوستی خلق‌های میکروناحیه های 31 و 32 به مسئولین ساحه سفارش داد که برای برطرف نمودن نقطه‌های غیرقانونی سودا و هر گونه ساختمان‌های خودساخت از گرد و اطراف خانه‌های بلند آشیانه تدبیرها اندیشیده شود. همچنین ماشین سرای‌های غیرقانونی، هر گونه سیمتور و پنجره‌ها و خانه‌چه‌های خودساخت نزد بناهای استقامتی میکروناحیه‌های نامبرده برطرف کرده شده این منطقه ها تازه و آباد و کبودیزار کرده شوند. جهت ترغیب مدنیت شهروندی چاره‌بینی ها عملی کرده شده برای شهروندان در این موضع میدانچه‌های ورزشی و مکان‌های استراحتی مهیا سازند. دستور داده شد که به کارهای ساختمانی حدود مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 10 تقویت بخشیده شده. همه روزه کارهای آبادانی از جانب مأموریت مؤسسه تعلیمی راه اندازی گردد. همچنین جهت استفاده دادن خانه بلند آشیانه مربوط به شهروند پولجان تاجبایف تقویت داده شده به کبودیزارکنی و آبادانی اطراف آن اهمیت جدی ظاهر گردد. در انجام بازدید رئیس شهر خوجند از موضع‌های نامبرده مرکزی ولایت و اجرا کنندگان و مسئولین سفارش داده شد که ستاد تشکیل کرده شود و همه روزه گزارش جهت با صفت بلند اجرا نمودن دستور سفارش‌های در بالا قید گردیده به رهبریت مرکزی ولایت ارسال گردند.